استاد نظر درباره دعای حضرت یونس پرسیدن که حضرت یونس کدام دعا را کرده بود و آیا این دعا خاص یونس است یا اینکه ما هم میتوانیم همچون دعا کنیم؟ بله، دعای حضرت یونس علیه السلام در یک حالتی بود که واقعا در اون حالت یگانه اله حق، خدای حقیقی میتواند از اون حالت آدم بیرون برارد، دیگر کسی نمیتواند. وقتی که حضرت یونس علیه السلام از کشتی به بحر خود را پرتافتند، ایشان را کیت فرو برد. برای آنکه آنها به یک حالتی رسیده آمدند که کشتی پوری آدم بود و حضرت یونس هم نشستند، یعنی بر زیاد آدم گرفت. سال 2005 کشتی مصر از حج آدم زیاد گرفت، 1500-2000 آدم زیاد گرفت، کشتیش در گرفت در میان بحر. اینقدر آدم ها غرق شدند، سوختند، در آب غرق شدند. این قدری دیگر شد، دیگر کشتی ها رفته نجات دادند. یعنی به کشتی یا به هواپیما یا به همین ماشین ها از همون قدری لیفت، از همون قدری زیادتیش زیاد آدم گرفتن در کار نیست. چشم گرسنه کرده جان آدم به هلاکت گرفتار کردن در کار نیست. اونایی هم وقتی که حضرت یونس از قومشون گریختن اومدن، چون هم به اجازت الله تعالی گریختن، آمدن که کشتیچی ها سفربر بود، به آمادگی به سفر داشت. کشتی آدمی یعنی که موافقه گرفته بود، حضرت یونس اضافتن گرفت، زیادتی گرفت، یعنی رویش نشد به رد کردن حضرت یونس، گرفت، توکل گفت. رفتیم که وقتی که میان آب آمدن دیگه کشتی برداشت نکرد، کشتی به غرق شدن نزدیک شدن میگرفت. بعد صاحب کشتی قرعه پرداخت، بنابر روایتی بعضی مفسرها قرعه پرداخت که مثلا یک آدم باید خودشو به آب پرتاید، چون که اگر یک آدم نپرتاید همه غرق میشه، کشتی غرق میشه. کشتی که غرق شد تمامی اهل کشتی غرق میشه، یعنی دفعی ضرری کمتر برای خلاص جان اکثر. این قاعده فقهی هم هست، یعنی دفعی مفسده برای باقی ماندن مصلحه عام. یک کس باید از بحر یک چیز بروید. خلاصه وقتی قرعه پرداختم به حضرت یونس آمد. باری دیگر میگم اون بیچاره کشتی چی با دلش نشد که به حضرت یونس فراید، با دویم مراتب پرتافت که به حضرت یونس فرامد. حضرت یونس بار اول گفته بودن که در بین شما یک بنده هست که از پروردگارش گریخت، یعنی غلامی هست که در بین شما از خواجهش گریخت است. به زبان عربی بنده غلام میشه، به زبان تاجیکی و عربی عبدون. عبد گفته من غلام فروشی، زمان غلامداری بود، غلام میگه. بنده هست که از خواجهش گریخت است، خودشون رو در نظر داشتن. در بین شما بنده هست که از پروردگارش گریخت است. بعد بار سوم قرعه پرداختن که بعد به حضرت یونس برام، و یونس علیه السلام خودشون به آب پرداختن که کیت خورد، کیت فرو برد حضرت یونس علیه السلام. بعد حضرت وقتی که کیت فرو برد به قعر اقیانوس رفت. خدا شبانه بودن، سیر شبانه داشتن در کشتی، در تاریکی شب، در تاریکی شکم ماهی، در تاریکی قعر اقیانوس، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ببینید این دعا را و این مضمون دعا را ببینید. این چی دعایی بود که الله تعالی حضرت یونس را به سبب این دعا از داخل کیت نجات داد. کیت بعضش 30 تن میشد. حضرت یونس فرو برد. لا اله الا انت، غیری تو دیگر معبودی بر حق نیست. بله معبودهای ناحق هستن، عبادت میشن، لیکن اونها سزاوار عبادت نیستن. آدمایی هستن که در پیشگاهش دیگر آدمو سجده میکنن، ولی دیگر آدمو در پیش حیوانات سجده میکنن، در پیش بت‌ها هیکلی بیجان پردمت سجده میکنن. مشرک ها اینا خدا هستن، یعنی عبادت شده ایستادن لیکن سزاوار عبادت نیستن. لا اله الا انت، خدایی که سزاوار عبادت باشد، خدای حقیقی. خداهای باطل پور، خدای حقیقی نیست غیر تو. اگر تمام MCS های دنیا از امریکا و اروپا شروع تا تمام دنیا اگر قوه های خودشون جمع کنن، یک آدمی که کیت خورده با پایان قعر اقیانوس رفته است و این نجات داده نمیتونه. لا اله الا انت، غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست. یعنی من از اینجا غیر تو دیگر هیچ کس نجات داده نمیتونه.
معبودی بر حق. سازنده کیت کی است؟ الله است. سازنده آب کی است که برای حضرت موسی کشاده شد و فرعون را غرق کرد؟ قاعده فیزیکی خود را ویران کرد. آب مانند کوه سخت شد. حضرت موسی از داخل دریا قعر خشکی زیر کرده گذشتند. یعنی آب اصلا طبیعت آب این مایع هست، این باید جریان کند، این سخت نیستند. و طبیعت آتش این که باید سوزاند. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام را به آتش مشرک ها پرتافتند، الله که آتش را آفریده است گفت که یا نارو قلنا یا نارو، ما به آتش فرمان دادیم ای آتش، قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ما گفتیم که ای آتش خنک شو و سلامت شو برای ابراهیم. خنک شوی خالی نگفت. خنک شوی خالی میگفت بعضی مفسران میگن حضرت ابراهیم در خنکی وفات میکردن. خنک شو و سلامت شو، یعنی خنکی میکشتگی نه، خنکی سلامت. فقط برای ابراهیم. اگر برای ابراهیم نمیگفت دیگه از این آتش ما از گرمیش استفاده نمیکردیم. امروز خانه های گرم میکنیم، چای گرم میکنیم، طعام میپزیم به گرمی همون آتش. قاعده فیزیکی خود را ویران کرد. برای چی؟ برای فرمان پروردگارش. اون آتش الله آفریده است به همین طبیعت. او الله خواهد همین طبیعتش ویران میکنه. او انه علی کل شیء قدیر. یک روز به 100 مراتب سحر میگوید، گفتیم نوکک در بالا، 100 مراتب در بیگاه با در نمازها در دیگر جاها انه علی کل شیء قدیر میگوید. الله به همه کار قادر است. آتش امر کرد که آتش خنک شد، آب امر کرد که سخت شد، ما بینش ره گشاده شد برای حضرت موسی علیه السلام. انا همو الله تعالی یگانه ذاتی که قدرت یونس علیه السلام از شکم ماهی برآوردن به قدرتش دارد فقط الله است. لا اله الا، نگفتن که الله من از شکم ماهی نجات ده، نگفتن. ببینید یه مراتب دعا رو، لا اله الا انت، غیر تو دیگر الهی حق، خدای حقیقی نیست. این خداهای باطل اینا دعوای اینا احکام میبرن، حلال الله حرام میگن، حرامی الله حلال میگن. این وظیفه الله است اصلش حلال و حرام میکرده گذا. اینا وظیفه خدایی رو به خود گرفتن، لیکن اینا خدای باطل هستن. اینا پگه میمورن، اینا پگه میسوزن، اینا خار و ذلیل میشن پگه. لیکن الله تعالی لا اله الا انت، ای الله غیری تو دیگه معبودی بر حق نیست. یعنی یگانه ذاتی که مرا در این حالت نجات داده میتونه فقط تو، دیگه هیچ کسی قدرت نداره. لا اله الا انت، غیری تو دیگر معبودی بر حق نیست. سبحانک، تو پاک هستی. پاک از چی؟ از تمام عیب، کم بودی. مثلا یک آدم کیت خورد، زنگ زدی به ام چی اس، گفتیم که یک کسی کیت خورد. این اونا یگانه حرکتشون به چی از؟ اگر همون کیت خورده حل نکردگی باشد، همون یگان قسمای بدنش اگر یافته تونن برای جنازه تون کمک مردش گرام اگر تونه حالی کیت یوام همون تمام ام چی اس های دنیا جمع شود. ولی چقدر مرده هایی که در بحرها غرق شدن عقل مردی خالی نیافتن ام چی اس ها. سبحانک، تو پاک هستی. پاک از چی؟ پاک از ناتوانی. امچیز بزنید، امچیز ما که ما قدرتی به زنده برادرش نداریم. سبحانک، تو پاک هستی. پاک هستی از صفتهای کمبودی، از صفتهای مخلوق ها. مخلوق عاجز، ناتوان، این ما از وحدش نمیبرایم. میگه این ما نمیتونیم. سبحانک، تو پاک هستی، تو صفتهای کمبودی نداری. اینی کنت من الظالمین، من از جمله ظالم ها شدم. چی دخل دارد؟ من از جمله ظالم ها شدم، من گناه کردم. تو پاک هستی، غیری تو دیگه معبودی بر حق نیست. جایگاه اونجا طلب ندارد. ای الله مرا رحم کن، مرا از شکم ماهی برار. این خیلی نیست. لیکن این سخنهایی بود که این خیلی حادثه در دنیا یک تا هست. الله تعالی حضرت یونس را نجات داد. اصلا این قصه در سوره انبیا هست، در سوره پیغمبرها. الله تعالی قصه سلیمان و داوود، پس از اون قصه ایوب علیه السلام بیماری 18 سالشان و دیگر پیغمبرها رو نقل کرد و در دوامش که ودنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه وظن ان لن نقدر علیه فنادى في الظلمات ألا
اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین. الله تعالی که فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. و ذنون صاحب ماهی، صاحب کیت را شما به خاطر بیارید. ای محمد علیه السلام، ای پیروان محمد علیه السلام، ای اهل قرآن که قرآن به شما نازل شد، شما یا مراتبه حضرت یونس صاحب کیت، آنه که کیت او را فرو برده بود، به خاطر بیارید. اذ ذهب مغاضبا، غضب کنان رفت، فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که ما برای او تنگ نمیکنیم، گمان کرد که ما او را به عذاب گرفتار نمیکنیم. اصلا به اجازت الله تعالی دعوت ترک کردن. آخه بیچاره پیغمبرها خیلی که در سوره یوسف الله تعالی میگه که حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، حتی پیغمبرها ناامید میشدن از الله، نه از همین خلق. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا، حتی وقتی که پیغمبرها ناامید میشدن از هدایت مردم. آخه حضرت نوح علیه السلام 950 سال مردم دعوت کردن که این مردم لا اله الا الله، غیر الله دیگه معبودی بر حق نیست، این هیکل ها رو پرستش نکنید، این آب و تقه و علف و این مثلا اسپند و این قلنفوری که در دیوال دارید و در بالاهای در تقه های اسب زده ماندید همچون خدا ضرر از خانه شما دور میکنه، یا چشم را مانند این کوزمالچاق ها پلاسماس این چیزایی که به دست کودکاتون میکنید، یا هر چیزی که مانند تومارها و سرطان میگیرید برای خدا گرفتید، اینا هیچ چیزی نیستن. اینا از شما نه فایده را جلب کرده میتونن نه ضرر را دور میکنن. اینا گنگ هستن، نه گپ میزنن، نه یگان کار کرده میتونن. شما الله یگانه را پرستش کنید. مردم بین باباهامون کردگی، پدرها ما در همین راه یافته میگفته، پیغمبرهای گوش نمیکرد، ناامید میشدن. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، حتی گمان میکردن که دیگه ما دروغ شماریدیم، هیچ کس ما دیگه پیروی نکرد. جاءهم نصرنا، یاردم ما می اومد، نصرت ما می اومد. حضرت یونس هم وقتی که قومشون فقط نصیحت میکردن، امر معروف میکردن، شریعت میفهمن، اونا کافر بودن. گفتن که بعد 3 روز به سر شما بلا میبیاد. نه اومد. سبب نه اومدنش دعوای یونس دروغ نبود، باید می آمد، لیکن اونا پنهانی توبه کردن، پنهانی از الله تعالی ترسیدن. ای الله ما رو عذاب نده، ما رو جزا نده. گفته توبه کردن که الله تعالی جزا نداد. در عادت قوم یونس هم بود که کسی دروغ گوید، وعده دهد و وعدهش اجرا نشود، حکمش قتل بود. و حضرت یونس گریختن به اجازت الله تعالی. و الا الله تعالی به پیغمبرها گفته است که مثلا به پیغمبری ما گفت که بل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر هر چیزی که از جانب الله تعالی اومده به مردم رسان. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر نکردی فرمانوی من به مردم نرسانیدی، فما بلغت رسالته، تو خبری الله نرسانیدگی حساب شدی. فرمان الله، رسالت الله، پیغمبری رو به مردم نرسانیدی. والله یعصمک من الناس، گفت در آخرش الله تو رو از آدم ها نگاه می‌دارد. الله تعالی پیغمبرایش رو از آدم ها نگاه می‌دارد، یعنی هیچ کار کرده نمیده. اگر رفت کشتن هم چخیلی که بعضی یهودا و بقتلهم الانبیاء بغیر حق، بعضی یهودا پیغمبرها رو کشتن ناحق، ولی کشتن شهید میشن. پیغمبرها البته آخرت اولا میدونن از دنیا و نزد الله تعالی از این دنیا اولا میدونن، چخیلی که پیغمبر صلی الله علیه و آله الله تعالی اختیار داد خواهی در این دنیا همچون پادشاه، بعد اینکه پیغمبریشون 23 سال دوام کرد، دولتشون وسیع شد، پر قوت شد، تمام مال و ملک اومد، دولت با قوت شد، دیگه مشرکا به زانو شدن، دشمنا دیگه لرزیدن، دیگه تن دادن که مبارزه برده نمیشه به این دینی مقدس اسلام. وقتی عزت آمد الله تعالی اختیار داد، خواهی گفت در دنیا زندگی کن مهلت میدم، خواهی گفت به نزد الله تعالی بیا، فخر ما عند الله. پیامبر اسلام آخرت انتخاب کردن، مرگ انتخاب کردن، واخوردن الله تعالی انتخاب کردن. پیامبر دنیا رو دوست نمی‌داشتن، برای پیغمبرها فرقش نیست. بنابراین وقتی که موسی و هارون هم به نزد فرعون فرستانید، در ابتدا ترسیدن، از میریم اون یک ظالم فرعونی زمانه بود، در وقتش فرعونی همون زمانه بود. بعد الله تعالی گفت که رویتون انی معکم اسمع و ارا، من همراه شما میشنوم و میبینم. یعنی الله همراهی موسی و هارون، نترسید، من قطعی شما دیگه هیچ کار کرده میتونه الله همراه شما باشه. بنابراین پیامبرها
اصلا نمیترسیدم. و حضرت یونس به اجازه الله تعالی رفتنشان ممکن نبود. الله تعالی نگفت است که ای یونس تو قومت ترک کنو، رو به کشتیشین رو نگفت. با اختیاری خودشون رفتن. من دروغچی شدم در نزد اینها گفته. فظن ان لن نقدر علیه. یونس گمان کرد که ما او را عذاب نمیدهیم، برای او تنگی نمیکنیم. فظن ان لن نقدر علیه. بعد خیلی گمان کرد که ما او را به این بلا گرفتار کردیم. الله تعالی کیت امر کرد که فرو برد. نباشد در همون حالت که از کجا یک کیت پیدا شده میبیاد و احتمال است که آدم به بحر میفروید کیت او را نمیخورد. لیکن این خیلی یعنی که اتفاق شد که پرت افتاد و کیت اومد. یعنی این به امری به اجازه الله تعالی نمیشه. فظن ان لن نقدر علیه. گمان کرد که ما برای او تنگی نمیکنیم، شدت نمیبیاریم. بعد وقتی که کیت خورد فنادى فی الظلمات. در تاریکی ها گفت الله تعالی. فی الظلمات، در تاریکی ها. یعنی در تاریکی سه تاریکی گفتن علماها. تاریکی شب، تاریکی شکم ماهی، تاریکی قعر اقیانوس. ندا کردن. ندا از دور میشد. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد الله تعالی نتیجهش گفت که فاستجبنا له. ما دعای یونس را اجابت کردیم. و نجیناه من الغم. از این شدت، از این بلا که به سرش آمده بود او را نجات دادیم. و كذلك ننجی المؤمنین. همین گونه مؤمن ها را هم نجات میدهیم. این نص قرآن است که مؤمن ها را نجات میده. حدیث ابو سعید خدری هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه دعوت ذی ادعوه فی بطن الحوت. دعای حضرت یونس چون دعا کرد در شکم ماهی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. این دعای یونس کدام مسلمان در کدام امر، در کدام مشکلی اگر گوید الله دعاش اجابت میکند. روایت ترمذی و حاکم گفتن که صحیح الاسناد. و همین حدیث به روایت سعد بن مالک است. این کس میگه که شنیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتن که هل ادلکم علی اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب و اذا سئل به اعطى. من شما را به یک نام بزرگ الله تعالی راهنمایی نکنم؟ اگر دعا کنید قبول میکند، اگر پناه جستید به پناهش میگیرد. این دعایی که یونس دعا کرده بود در تاریکی های سیگانه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. فقال رجل یا رسول الله. یا مرد گفت که یا رسول الله این برای یونس خاص بود؟ این دعا خاص یونس است؟ برادر من پرسیدم برای یونس خاص بود ام للمؤمنین عامه؟ این برای مؤمن ها، تمام مؤمن ها عام است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الا تسمعوا قول الله عز وجل. مگر تو به سخن الله تعالی گوش نمیاندازی؟ الله تعالی گفت که و نجیناه من الغم. ما یونس را از غم نجات دادیم و كذلك ننجی المؤمنین. مؤمن ها را هم از این غم نجات میدیم. یعنی مؤمن ها هم به همین خیر شدت، مشکلی، همین تنگی به یک حادثه گرفتار شدن که دیگر غیر الله، نه پدر و مادر، نه یار و دوست، نه هیچ کسی برای آنها دست یاری رسانیده نمیتونه. از خلق ناامید شوید. اصلی توکل همین ناامید شدن از خلق. بعضی علما گفتن که توکل چیست؟ گفتن که ناامید شدن از خلق. توکل همین که از همین خلق امیدوار نشو. همین توکل است. از خلق، از یاری خلق امیدتون نکنید. امیدتون به یک طرف میشد، به سوی الله قادر. در همین حالت، در همین حالت تنگی دعای یونس گویید، دستتون رو بردارید، حمد و ثنا به الله تعالی گویید، بعد 7 مراتب لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین گویید. بعد از اون طلبتون کنید، بعد صلوات گویید، ان شاء الله دعاتون اجابت میشه. بعضی ها گفتن که این دعاها که مردم فریب نکن، مردم کار کند. کار هم کند، این دعاهای هم گوید. این دعاها از پشیمان، این دعاهای سفسطه. کتابی یک کتابچه‌های تاجیکی هست. امروز در بازارها هم کتاب‌ها فروختنش ممنوع هست و همون کتاب‌ها اجازه داده، چون که همش دروغ است. آخر دعای فلان و دعای فلان و همون کتابی که اجازه است نخرید الکه. دانید که کتاب شریعتی نیست الکه. خب خلاصه دعای حضرت یونس ببینید، این روایت هم در مستدرک حاکم است و صحیح بخاری مسلم مستدرک نوشتم و اینچون امام ذهبی هم حدیث صحیح گفتن. خلاصه برادرای عزیز، بله مشکلاتون رو با دعای یونس علیه السلام حل کنید. این حدیث صحیح است. کسی که اگر با این دعا کند و آیه قرآن است، به شرطی که مؤمن باشد، ان شاء الله از مشکلی ها، از بلاها، از قرض ها، از ناامیدی ها رهایی می‌یابد. بله